پس از توقف بیشتر از 2 ساله، قطار کلوب والگاگراد صبح روز 16 آگوست به دوشنبه رسید و نزدیک ظهر از دوشنبه به سمت والگاگراد حرکت کرد. در ایستگاه راه آهن دوشنبه مسافران زیادی به این قطار چیپته خریده و عزم سفر داشتند. من حاضر شکرانه الله نغزه که من پویزدا رهاکی شدم. خلق خدا مادام نقد شد. سمال نرخشم البته 1500. اکثر مسافرانی که از دوشنبه به قطار خطسیر کلوب والگاگراد می نشستند به شهر مسکو و شهرهای اطراف آن سفر داشتند. آنها میگویند مهم از همه با خرج کمتر به قلمرو روسیه داخل شوند، آن طرف دیگر مشکل نیست و خراجات زیاد هم ندارد. خیلی حساب که 1540 سوم گرفتیم. این سمالیات 5000 این چند برابر میشه؟ 2.5 برابر میشه. خوب میشه دیگه شهرها هم برای نقد میشه. برخی ساکنان که برای گسیل نزدیکانشان از کلوب تا دوشنبه در همین قطار آماده بودند از شرایط داخلی قطار راضی بودند. ما تخمینا 6 سال پیش بچه‌م گسیل کرده بودم. همین خیلی واگن‌های تازه شروع بر هوا. من شب اومدم قطعی همین بچه‌ها ساعتی 12 بر اومدیم. ساعتی 8 رسیدیم. شروع اومدیم. با فرق از سالهای گذشته سمت حرکت قطارها از تاجیکستان به روسیه تغییر یافته، از این به بعد قلمرو ترکمنستان را عبور نمی‌کند. روز 27 آگوست قطار دوم این بار از دوشنبه و 6 سپتامبر از خوجند به سمت شهر والگاگراد روسیه به راه می‌برآیند. حالا برای چیپته خطسیر قطار دوشنبه والگاگراد تخفیف اعلان کرده به جای 1500 سومونی به 1300 سومونی فروخته ایستاده‌اند. آخرین قطاری که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارس سال 2020 بود. 16 مارس همان سال روسیه با دلیل همگیر کووید 19 حرکت قطارهای مسافربر را با تاجیکستان موقتا قطع کرد.